ماه مبارک رمضان، یعنی دهی که عتق من النیران، خداوند جل و علا به سبب این 10 روز اخیر بندگانش را از آتش جهنم میرهاند. فردا روزی هست که معتکفین، آنان که اعتکاف می نشینند، تا پیش از شام باید در جایهای خود باشند، در مسجد باشند و جایهای خود را گرفته باشند. درباره اعتکاف صحبت میکنیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، این یکی از سنت های اعتکاف نشستن در مسجد، یکی از سنت های زیبای پیامبرمون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. برادران عزیزم، وقتی پیامبرمون از مکه به مدینه هجرت کردند، هر سال در ماه مبارک رمضان 10 اخیر چیکار میکردند؟ در مسجد اعتکاف می نشستند. در مسجد اعتکاف می نشستند و سالی که وفات کردند، همون سال 20 روز اخیر ماه مبارک رمضان در مسجد اعتکاف نشستند. در حقیقت حدیث ابو هریره رضی الله عنه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هر سال در ماه مبارک رمضان 10 روز اخیر را اعتکاف می نشست، اما سال وفاتشون 20 روز اعتکاف نشستند که این حدیث در صحیح بخاری تحت رقم 2040 این حدیث است. پس برای آنانی که اعتکاف میشینند چی وعده پروردگار است؟ با آنها چی اجری داده می شود؟ از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که برای رضایت الله جل و علا 1 روز اعتکاف کند، به خاطر رضایت پروردگار جل و علا 1 روز اعتکاف بنشیند، الله بین او و آتش دوزخ مسافه 3 خندق میگذارد، یعنی او را از آتش جهنم 3 خندق دور میگرداند. پس گفتند که مسافه هر 1 خندق مثال بین زمین و آسمان است. یعنی هر کسی که اعتکاف، یعنی چی؟ اعتکاف تمام دنیا و کارهای دنیا را ترک کردن و به مسجد و ذکر پروردگار جل و علا و به یاد پروردگار جل و علا آمدن. مثال انسانی که اعتکاف میشیند چی طور است؟ مثال انسانی که اعتکاف می نشیند، او به مسجد می آید و به خانه خداوند جل و علا می آید و می گوید پروردگارم